سلام بچه ها، چطورید؟ این لباسایی که من ساختم و عکسشون رو گذاشتم توی پیج تیک تاکم و بچه ها این ها رو من گفتم توی یوتیوب میذارم فردا که امروز میشد و الان بهتون میگم آموزششو. شما اول میایید توی تیشرت ها و این گربه رو انتخاب میکنید و بچه میایید توی پالتو و کت و اینا. بعدی که اومدید یه ذره که بیایید پایین این رو انتخاب میکنید. بیایید توی دامن ها، الان میریم نه توی اینها و این رو انتخاب کنید. بیایید توی کفش ها یه ذره که بیایید پایین تر، نه این رو انتخاب کنید. بیایید اینجا و ادامه. خب اینا رو که چیز کردیم بچه ها، این لباس ساخته میشه که خیلی خوشگله بچه ها. و بیایید اینجا برای لباس دوم این تیشرت رو انتخاب میکنید. مهم نیست کدوم تیشرت باشه، این دو تیشرت میتونه باشه. و بیایید باز توی پالتوها، بیایید توی این پالتوها برید پایین و این رو انتخاب کنید. این رو که انتخاب کردین میتونید این شروالی یا شروالی های دیگه انتخاب کنید، مهم نیست چه شروالی باشه. بعد که میاد توی این چیزا کیف ها، این کیف ها انتخاب کنید که لباس خیلی قشنگیه. و بچه اینجا یادم رفت بود که کفش نذاشتم. چرا؟ یادم رفت. میایم با پایین بالاش مهم نیست، ولی این یه دونه کتونی رو بذارید براش. خب باز بریم برای لباس سوم. لباس سوم میرید پایین و توی این رو انتخاب میکنید. میایم توی دامن ها و این دامنی که الان انتخاب میشه رو انتخاب کنید. این هم از لباس بعدی. هرچه این جوراب احتیاج نداریم. میایم توی کفش و این دمپایی رو انتخاب میکنید. این هم از لباس سوم. لباس چهارم، بیایید پایین تر. نه این بچه من چند باری بعد اینو که انتخاب کردیم بچه ها، بعد این لباسی که الان انتخاب میشه رو انتخاب کنید. باشید بچه من اینجا یه ذره گوشیم باگ گرفت و چیز شد، یه ذره باگ گرفت، بعد درست شد. بعد من دنبال یه لباس میگشتم که روش گربه داشته باشه. خب من هرچی گشتم پیداش نکردم. بعد یه وسط فیلم فهمیدم بله اینجاست، اونجا. بچه میتونید کلی لباس دیگه انتخاب کنید، پیژامه. بچه میتونید این رو انتخاب کنید و بیایید توی شروال ها و کلی چیز دیگه میتونید براش انتخاب کنید. و شروال هر کدوم که رنگشو دوست داشتین. من این رنگو که الان میذارم دوست داشتم. واسید این رنگو دوست داشتم داشته باشه روش. و بعد برای کفش ها بیایید بالاها و این کفشی که الان انتخاب میشه رو بذارید. اینم از لباس چهارم که تموم شد. بریم لباس پنجم. لباس پنجم که الان گذاشته میشه رو انتخاب کنید. واسید این بچه این لباسی که الان انتخاب میشه رو انتخاب کنید. واسید این لباس نه، واسه الان خودش انتخاب میشه. نه بچه این لباسی که انتخاب شد رو انتخاب کنید.
بعد این بشه. حالا لباس بینش انتخاب میشه. این لباس رو انتخاب و بیایید پایین و این رو انتخاب کنید. بعد اینکه این رو انتخاب کردین این چیزی که الان انتخاب میشه رو انتخاب کنید. وایسید الان انتخاب میشه. و بچه اینم میتونید انتخاب کنید و مهم نیست. و بچه حالا یه چیز دیگه قراره این چند وقت شما توی تیک تاک هم بهم پیام بدین و تو تیک تاک که بهم پیام دادین توی تیک تاک من لباس هایی که شما ساختین رو بذارم و بهشون نمره بدم و طرز ساختشم توی یوتیوبم بذارم. خب طرز ساختشم توی یوتیوبم بذارم و اسم پیجتون رو و اسم زیبای شما رو بذارم توی یوتیوبم و ممنون میشم که برام ارسال کنید و این خبر رو توی تیک تاک من میذارم. لباس پنجم یه شیشم هم ساخته شد. حالا این لباس من که خیلی دنبالش میگشتم این بود و این دامان یا این دامان میتونه هر کدوم از این دوتا باشه. و بچه ها دارید این هم از لباس بعدی. لباس شیشم که تموم شد. این هم لباس هفتم. حالا این رو انتخاب کنید و این دامن رو. این دامن که انتخاب کردین و اون چیزی که الان انتخاب کردیم این لگ بارمریه میتونه باشه و این کفش مهم نیست. هر کفشی که سلیقه خودتونه مهمه. این هم لباس هشتم یا هفتم نمیتونم. این هم لباس هشتم که بچه ها میتونه هر چیزی باشه. حالا بایستید این هم این لباسیه که من تو اونا نبوده ولی خب من اینجا براتون گذاشتمش که بدونید که این لباس خیلی قشنگه و من موقع یادم رفت همچین چیزی مثلا بسازم. باشه من الان دامن بودم ببینم چی بهش میاد دامن و اومدم اینجا و اینو دیدم و گفتم شاید قشنگ باشه و بچه من اونو دیدم اونجا مونده. اومدم توی گردنبند ها و این گردنبند خیلی زیبا رو گذاشتم. خیلی خوشگله و بچه توی کیف ها این کیف ها توی لباس های من خیلی طرفدار داره چون هم صورتیه هم خیلی خوشگله. این هم از لباس این کفشش. این از لباس هشتم و بچه ها قراره بریم لباس نهم. لباس نهم این هم از لباس نهم که الان ساخته میشه. خب باشید. این لباس رو توی دامنه ها انتخاب کنید که خیلی خوشگله. میتونید انتخاب کنید و لذتش رو ببرید
و حالا یه نکته دیگه که الان بهتون میگم این که شما میتونید از داخل پیج تیک تاکم، چنل تیک تاکم بتونید دانلود دوکابوکای کاملا مدو با وسیله هاش ببینید که خیلی قشنگم هست، میتونید راحت ببینید. و بچه اینم لباس نهم که لگ بارمر داره، خیلی خوشگله. اینم از لباس دهم که الان میسازیمش. حالا بچه ها من تو اینجا دادم چه لباسی انتخاب کنم. اینجا دادم چه لباسی اینجا انتخاب کنم، اینجا مونده بودم. و بچه ها اینجا مونده بودم، الان دارید میبینید که موندم چه لباسی انتخاب کنم. و لباس دهمی احتمالا نداریم.